در گرامی داشت 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان. نگارنده زلمه رزمی. از 8 مارچ روز اتحاد و همبستگی بین المللی زنان بیش از 100 سال می‌گذرد. این روز که از سرکوب مظاهره مسلط آمیز کارگر زنان شهرهای شیکاگو و نیویورک ایالات متحده امریکا آغاز گردیده، اما ساله میلیون ها زن آگاه و مبارز در اقصی نقاط جهان بانگ حق طلبی خود را علیه تحمیل ستم و بی‌حقوقی به گوش جهانیان میرسانند و عزم خود را برای مبارزه با ریشه و بنیاد این ستم و بهره‌کشی از زن جزم می‌کنند. 8 مارچ روز تجدید میثاق و ابراز همبستگی زنان آزادیخواه و برابری طلب است. روز فریاد و ابراز خشم و نفرت زنان علیه نابرابری و استثمار، ستم و بهره‌کشی، شکنجه و زندان، اعدام و سنگسار و انواع ستمگری‌های مردسالاران، جانیان، جاهلان زنستیز و تشنه به خون است. تا هیچ زنی به بهانه ناتوانی جسمی و عقلانی، ناموس مرد و فرمانبردار و غیره مورد ستم و بهره‌کشی، تجاوز، تعقیب، لط و کوب، سنگسار و قتل و کشتار قرار نگیرد. هیچ دختر خردساله به عجله تجاوز نرود و هیچ زنی و دختری برای رهایی از بار سنگین فشارها و ستمها دست به خودکشی و خودسوزی نزند. 8 مارچ روز یادآوری انسان بودن برای همه است که زن آدمی است و نه برده خانگی و جنسی، که انسان است و نه کشتزار مرد برای تولید نسل، که در شهور خودآگاه زندگی به شعرها و شورها دست می‌یابد و می‌تواند دوست بدارد و عشق بورزد. و تو ای هموطن محبوب من، زمان آن فرا رسیده که بانگ حق طلبی خیل عظیم از انسان‌های روی زمین هم صدا شود. قوانین و فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه را محکوم کنیم. به زنان باور کنیم، مقامش را به شایستگی و سزاواری به او برگردانیم. او را بی‌بها تلقی نکنیم، دستشان را بگیریم و در جایگاه شایسته مادری، همسری، خواهری و نسبت‌های دیگر در خانواده و جامعه بشناسیم. آری دوست من، بیا پاس بداریم شرف و عزت زن، غیرت زن، شوکت زن، رفعت زن، همت زن، قدرت زن را، که بیگمان در تمام مراحل زندگی یار و یاور ما هستند و دوشادوش ما تلاش میکنند.